با سلام خدمت شما عزیزان، من رامیز هستم. به کانال آموزشی خودتون خوش آمدید. مبحث امروز درس ما در مورد منشور قائم و منشور مایل هست. منشور شکل هندسی هست که دو تا قاعده یکسان و یک ارتفاع داره. به این جعبه شکلات در دست من نگاه کنید. این یک منشور مستطیل هست که این یک قاعده مستطیل و این هم یک قاعده مستطیل که این دوتا قاعده با هم برابرن و اینم ارتفاع این منشور مستطیل هست. ببینید من این منشور روی زمین میذارم. وقتی شما از بالا این منشور رو نگاه میکنید فقط یک قاعدش دیده میشه. و همچنین این شکل هم یک منشور دایره هست یا استوانه. منشور دایره یا استوانه از دو تا قاعده یکسان دایره تشکیل شده و یک ارتفاع داره. ببینید من این منشور رو روی زمین میذارم. وقتی شما از بالا این منشور رو نگاه میکنید فقط یک قاعده دایره اون دیده میشه. خب منشور مایل با این دوتا منشوری که به شما نشون دادم فرق میکنه. منشور مایل دو تا قاعده یکسان داره ولی ارتفاع اون مایله. ببینید وقتی من این منشور رو روی زمین میذارم همونطور که نگاه میکنید علاوه بر یک قاعده اون دیواره اونم دیده میشه. یا اگر من این منشور رو بر روی یک سطح صاف قرار بدم ببینید همونطوری که میبینید این منشور به صورت کج قرار گرفته، در صورتی که یک منشور قائم نگاه کنید وقتی روی سطح صاف قرار میگیره به صورت عمود و مستقیم قرار میگیره. پس این یک منشور قائم هست و این یک منشور مایل هست. همونطور که گفتم منشور به چند وجهی اطلاق می شود که دارای دو قاعده یکسان است. در اینجا شکل 4 تا منشور قائم رو من کشیدم و این هم شکل یک منشور مایل هست. حجم منشور برابر با مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. خب ببینید اگر بخوام حجم این منشور رو حساب کنم اول باید مساحت این قاعده رو حساب کنم، بعد ضرب در این ارتفاع کنم. مساحت جانبی منشور یعنی مساحت دیوارهای منشور که برابر با محیط قاعده ضرب در ارتفاع. به عنوان مثال در این منشور من اگر محیط این مثلث رو حساب کنم ضرب در این ارتفاع کنم میشه مساحت جانبی این منشور. مساحت کل منشور برابر با مساحت جانبی منشور به علاوه مساحت دو تا قاعده ها. پس برای به دست آوردن مساحت کل این منشور باید اول مساحت این دو تا قاعده رو حساب کنیم و بعد مساحت این دیواره منشور رو حساب کنیم که مساحت این دیواره منشور هم از این فرمول به دست میاد. در اینجا شکل چند تا منشور مایل رو داریم. به این منشور دقت کنید. ما ارتفاع این منشور رو کشیدیم که همونطوری که تو شکل میبینید این ارتفاع خطی کج یا خطی مایل هست. طول این ارتفاع برابر با L. حالا به این منشور مایل دقت کنید. در اینجا ارتفاع این منشور رو کشیدیم که برابر با L و همچنین ارتفاع قائم منشور رو هم کشیدیم که برابر با H. این دوتا ارتفاع رو به همدیگه وصل میکنیم. در اینجا زاویه آلفا به وجود میاد و یک مثلث قائم الزاویه در اینجا داریم. سینوس زاویه آلفا برابر با H تقسیم بر L. بنابراین H برابر میشه با L ضرب در سینوس زاویه آلفا. خب حجم منشور برابر با مساحت قاعده ضرب در ارتفاع که ارتفاع قائم هست. حالا اگر بخوایم حجم منشور مایل رو حساب کنیم به جای H میذاریم L ضرب در سینوس زاویه آلفا. پس حجم منشور مایل برابر با مساحت قاعده ضرب در L ضرب در سینوس زاویه آلفا. مساحت جانبی منشور برابر با محیط قاعده ضرب در ارتفاع قائم. پس اگر بخوایم مساحت جانبی منشور مایل رو حساب کنیم به جای H میذاریم L ضرب در سینوس زاویه آلفا. پس مساحت جانبی منشور مایل برابر میشه با محیط قاعده ضرب در L ضرب در سینوس زاویه آلفا و مساحت کل منشور مایل هم برابر میشه با مساحت جانبی منشور مایل به علاوه مساحت دو تا قاعده منشور مایل که میشه محیط قاعده ضرب در L ضرب در سینوس زاویه آلفا
به علاوه 2 تا مساحت قاعده. در این سال یک منشور قائم داریم که قاعده های اون 2 تا مثلث قائم الزاویه هستند. طول این ضلع مثلث رو داریم 3، طول این ضلع مثلث هم داریم 4 و طول این ضلع مثلث هم داریم 5. ارتفاع این منشور هم داریم 10. میخوایم در این سال حجم منشور، مساحت جانبی منشور و مساحت کل منشور رو به دست بیاریم. خب ببینید حجم منشور برابر با مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. خب مساحت این قاعده برابر میشه با 3 ضرب در 4 تقسیم بر 2 ضرب در ارتفاعمون مقدارش 10 هست. خب مساحت قاعده میشه 6 ضرب در 10 برابر میشه با 60. بنابراین حجم منشور میشه 60. مساحت جانبی منشور برابر با محیط قاعده ضرب در ارتفاع که محیط قاعده میشه 3 به علاوه 4 به علاوه 5 که برابر میشه با 12 ضرب در ارتفاع یعنی ضرب در 10. خب 12 ضرب در 10 میشه 120. پس مساحت جانبی منشور هم میشه 120. خب مساحت کل منشور میشه مساحت جانبی منشور به علاوه مساحت 2 تا قاعده منشور که برابر با 120 به علاوه مساحت قاعده منشور رو داریم 6 میشه 2 ضرب در 6. پس مساحت کل منشور میشه 132. در این سال یک منشور مایل داریم که 2 تا قاعده مستطیل داره. در این قاعده طول ضلع آبی برابر با 4 و طول ضلع آسی هم برابر با 2. ارتفاع مایل این منشور که برابر با L مقدارش هست 10 تقسیم بر رادیکال 3 و مقدار این زاویه آلفا هم برابر با 60 درجه. در این سوال میخوایم حجم منشور مایل، مساحت جانبی منشور مایل و مساحت کل منشور مایل رو به دست بیاریم. من ارتفاع قائم این منشور رو میکشم و H مینامم که میدونیم H برابر با L ضرب در سینوس زاویه آلفا. خب آلفا برابر با 60 درجه پس سینوس 60 درجه برابر با رادیکال 3/2. بنابراین H برابر با 10 تقسیم بر رادیکال 3 ضرب در رادیکال 3/2 که حاصل این عبارت میشه 5. خب حجم منشور برابر با مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. مساحت قاعده میشه 2 ضرب در 4 که میشه 8 ضرب در این ارتفاع که به دست اومد 5. این مقدارش شد 5. خب 2 ضرب در 4 میشه 8 8 ضرب در 5 میشه 40. مساحت جانبی منشور میشه محیط قاعده ضرب در ارتفاع که برابر با 2 به علاوه 4 به علاوه 2 به علاوه 4 محیط میشه دور تا دور ضرب در ارتفاع هم که به دست آورده بودیم 5. خب حاصل این عبارت میشه 12 ضرب در 5 میشه 60. بنابراین مساحت جانبی این منشور هم میشه 60. خب مساحت کل این منشور برابر با مساحت جانبی به علاوه مساحت 2 تا قاعده که برابر میشه با 60 به علاوه 2 ضرب در خب مساحت قاعده هم میشه 2 ضرب در 4 که حاصل این عبارت برابر میشه با 76. در این سال یک منشور داریم که 2 تا قاعده مستطیل داره. طول ضلع CD رو داریم 6 و طول ضلع آسی هم داریم 3. همچنین طول ضلع CE هم داریم 5 و قطر CF هم داریم 5. در این سوال میخوایم حجم منشور مایل، مساحت جانبی منشور مایل و مساحت کل منشور مایل رو به دست بیاریم. خب در اینجا به این مثلث نگاه کنید. این یک مثلث متساوی الساقین هست. اگر ارتفاع این مثلث رو من بکشم و این نقطه رو H بنامم، میدونیم در مثلث متساوی الساقین ارتفاع میانه هم هست، یعنی EH برابر با HF. پس این 2 تا پاره خط با هم دیگه برابرن. خب طول این ضلع رو داریم 6، بنابراین طول این ضلع هم در منشور میشه 6. پس مقدار EH میشه 3 و مقدار HF هم میشه 3. خب CH ارتفاع بود. در اینجا نگاه کنید یک مثلث قائم الزاویه داریم
که CH به توان 2 برابر با 5 به توان 2 منهای 3 به توان 2. بنابراین CH به توان 2 میشه 16. پس مقدار CH میشه 4. پس طول این ارتفاع CH میشه 4. خب حجم منشور برابر با مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. خب مساحت قاعده میشه 3 ضرب در 6 ضرب در ارتفاع هم همون CH هست ضرب در 4 که حاصل این عبارت میشه 72. بنابراین حجم این منشور میشه 72. مساحت جانبی این منشور میشه محیط قاعده ضرب در ارتفاع که میشه 6 به علاوه 3 به علاوه 6 به علاوه 3. محیط میشه دور تا دور ضرب در ارتفاع که ارتفاع مقدارش 4 هست. بنابراین مساحت جانبی این منشور میشه 72. خب مساحت کل منشور میشه مساحت جانبی منشور به علاوه مساحت دوتا قاعده. مساحت جانبی منشور رو به دست آوردیم 72 به علاوه دوتا مساحت قاعده هم میشه 3 ضرب در 6 که حاصل این عبارت میشه 108. بنابراین مساحت کل این منشور هم میشه 108.